سلام به دوستای گلم. حالتون خوبه؟ امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه. خب من پس از چند روزی برگشتم با یه ویدیو جدید که در ادامه درسمون رو بخونیم. در جلسه قبل با 3 حرف الفبا آشنا شدیم و الان 3 دیگه شو من به شما خواهم گفت. Capital A بود قبلیا، Small A، Capital B بود. بچه یه چیزی سعی کنین قبل از من اسمشون رو تلفظ کنین که یادتون بیاد. خب من یه بار تلفظ میکنم. Capital A، Small A صدای گفتیم ا رو داره. Capital B، Small B صدای ب رو داره. Capital C و Small C هم صدای ک رو داره. خیلی خوب. درس جدید امروز ما اینه. خب Capital D، Small D. Capital D و Small D صدای د رو دارن. د. Capital D، Small D. اوکی؟ For example برای مثال چی رو براتون بگم؟ بال. بچه دال میشه عروسک. دال. همه شما دال میشناسین، دوستش دارین. خب بریم بعدی. خب پس Capital D Small D صدای د رو داره، یادتون باشه. Capital E Small E، Capital E Small E. Capital E Small E رو می نویسم، دقت کنین. و Small E. Capital E Small E صدای ا رو داره. For example egg. egg. egg به تخم مرغ میگن. تخم مرغ به انگلیسی میشه egg. 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 egg به تخم مرغ میگن. بعدی capital A. البته این ای عزیزی که بهتون گفتم صدای ا داره ها، همیشه صدای ا میده. که استثناءاتی داره که صدای ای بده، بهش فکر نکنین، یاد میگیریم. از حالا فکرشو نکنین که چطور میشه، اینطوری میشه. به همشون میرسیم، همشون رو بهتون توضیح میدم. خب Capital F Small F. دقت کنین طرز نوشتن رو. Capital F Small F. بچه البته من چند وقتی که هند رایتینگ می نویسم نمیتونم خط ساده رو خوب بنویسم. به همین دلیل از الفبای موجود در صفحه کلیک استفاده کردم که بتونید طرز صحیح نوشتن رو ببینید. مشتاقش هستید که چطوری هند رایتینگ می نویسن؟ پایان ترم 3 و 4 براتون طرز نوشتنش رو عکس میفرستم یا یادتون میدم، پس نگران چیزی نباشید. Capital F Small F صدای ف رو داره. For example چی رو بگیم؟ fish. fish. fish میشه ماهی. fish. پس Capital D Small D صدای د رو داشت. Capital E Small E صدای ا رو داشت. Capital F Small F صدای ف رو داشت. امیدوارم که تلاشتون رو بکنید و انگلیسی رو یاد بگیرید. خیلی ممنون. خداحافظ.